سلام. تا به آخر رسیدن ماه شریف رمضان را روزهای انگشت‌شمار باقی مانده است. خیلی خوب می شود وقتی که از همدیگر راضی باشیم و یکدیگر را ببخشیم. دوستی عزیزم، مرا ببخش. شاید زمان شده است که از رفتار نادرستی من و یا سخنان ناجایم رنجیده ای. از تو معذرت می‌خواهم و برای تو عرض سپاس میکنم که تا حال در کنارمی و در غم و شادیم و من شریکی. دوستم، اینچنین تو را با آمد عید سعید فطر تبریک میکنم و در این روزهای رمضانی از درگاه خداوند دعا میکنم که عمر حضرت نوح، عدالت عمر، آداب عثمان، زیبایی یوسف، بایگری هارون، اصل لقمان، آداب سلیمان، صبر ایوب، راستقولی ابوبکر و علم حضرت علی را نصیبت گرداند. این پیام را به هر کسی که دوست داری و دوستت باشد بفرست و حتی اگر من و حتی فراموش مکن. خداوند آدم بخشنده رو دوست می‌دارد.